السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل جماعة المسلمين وبتمام بینندگان محترم و برای انسانان حرام خرم و برای مشنیکارم وقت غمتیش هیافت. المهم که دوستان و برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی هر یک کدیم ما و شما را نگهبان باشه. بسیاری برادرها هستند که یعنی به نام حاجی هستند، سبحان الله بسیاری مردم فریب میکنن، خصوصا مرا خود من فریب کردگی هستم به نام حاجی، یعنی زمین میخریم دیگه و دیگه. و بسیاری ها پیدا شدگی هستند مشنیکا که یعنی میگوین که ما از کانال صلاح جامعه و شما را خانه توفه میکنیم، نعوذ بالله، ماشین میخریم و دیگه چیزا. دمی کارتا 5000 و 10000 برای افرملینی دکومنت ها یعنی روی کنین. یعنی انسانی که اگر که متوجه باشه، انسانی که با فهم باشه، با عقل باشه، کمک فکر میکنه که انسان که وقت خونه توفه کرد 10000 روبل چک برای افرملینش با اون چیزا طلب کنه. یکم دیم که ما خدمت گفت گپا فان کردن، فریب کردن، احمق کردن. برادرایی که به نام حاجی هستن در گرد اطرافمون بودن، فان ما کردن، گفتن زمینتون میخریم، زمین گفتن احمق ما کردن، رسولچه توری کردن، پول چون گرفتن. یعنی برادرای حاجی هم در گرد اطراف ما هستن. یعنی یک سال شد که احمق ایساز گشته ایساز و یک 5-6 ماه شد که دستیاز نیستن. و بسیار هم خیلی انسان ها در گرد اطراف ما هستن، اما ما خصوصا من خودم شخصا یگان کس نه دست پیر میتم و نه دست پیر دادگیم و نه یگان شاگرد دارم در طرف صدوات و نه در یگان جا جین خونی ده. مثال حتی اکای خدمه مثال با مردم توصیه نمیتم که جین خونه. چه خیلی ما مردم بیگانه را که نمیشناسم چون ما وارد دست پیر میتم دیگه و دیگه. عموما همین دست پیرتی در ما نیسته. طلب علم، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته است که طلب علم فرض برای هر یک شخص مسلمان. این اینجا مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که در اینجا مردم را تعلیم دادگی بود. وقتی یک صحابه در داخل بازار می‌دراید، یعنی صدای بلند قطعی ندا میکنه که مردم یعنی میراث رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مسجد توزیع کرده است، یعنی تقسیم کرده است میراث رسول الله را. همه مردمی که تجارتمند، اکثریت مردم تجارتمند خیلی در عشق و محبت پلای همشون از مسجد دو گرفت، از بازار دو گرفتن واسه مسجد. وقتی دیدن که بعضی قوم صحابه شتگی هستن در یک جا، که گروه و گروه شتگی هستن تعلیم گرفته هستن، بعضیش قرآن، بعضیش احادیث. با اون گفتن که چی نیست در اینجا. گفت یعنی چی؟ سخن رسول خدا صلی الله علیه و سلم میراث است و قرآن میراث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یعنی ترکت فیکم شیئین لامرین، یعنی ما به شما دو چیز میمانم، این قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یعنی در این دو چیز تمسکوا بسنت و سنت خلفای الراشدین، یعنی به دو چیز میگه چنگ بزنین. میراث رسول الله صلی الله علیه و سلم، العلماء ورثه الانبیاء، علماء عالمها میراث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که تعلیم گرفتن و به دیگران تعلیم میدن. با اون خاطر هر انسانی که شما را میگه که از نام میخوری صلاح یا که از کمپین صلاح جامعه دیگه و دیگه، همین گونه انسان ها را، همون شارلاتان ها را بتونین ویدیو ویزیفیکیشن کشون کنین و با ما این سلکه اینستاگرام در پایین هست، در امی با ما روان کنین، میدونیم با عمره و چی طور یعنی معامله کنین و چی کارشون کنین. با اون خاطر الله سبحانه و تعالی اولش که هدایت به هر یک انسان هم و دیم انسانانی که مشنیک هستن، فن میکنین، فریب میکنن از مردم تاجیک خدمت که مهاجرن، بیچاره از خش زندگی آمدگی نیستن، به روسیه به دیگر جاها هجرت کردگی هستن که تا اینکه طلب پول و ملک مال حلال کنن. میتونستن که مثل طور مشنیک شن، لیکن این کارا نخواستن، برای خودشان آمدن، یعنی محنت میکنن، پول کار میکنن تا اینکه رزق و روزی حلال قدی زن فرزندشو تربیت بتن و تمام بتن. با اون خاطر شخصانی که فن میکنین، فریب میکنین، این را فراموش میکنین که اگر شما یک سوم فن کنین، فریب کنین، 10 سوم از شما میپره. 10 سوم فریب کردین 100 سوم میپرین، 100 سوم فریب کنین 1000 سوم، 1000 سوم فریب کنین 10000 فریب کردین 100000 میبره. یا که زنت بیمار میشه، یا که فرزندت بیمار میشه، یا که پدرت بیمار میشه، یا که مادرت، یا که اکد، یا که خواهرت، یا اپد یا مادرت. با اون خاطر هم پول در همونجا مصرف میکنین، زیادتر و کمتر نه. با اون خاطر از الله سبحانه و تعالی که خلقتون که است، باز پول حرام قطعی فرزندهاتون را نخورانین، نپوشونین که پول حرام فرزندهای شما را نقصانی میکنه، فرزندهای شما را بیمار میکنه. از روی تو کثافت شده فرزندت بیمار میشه، تو رو کثافت شده مادرت بیمار میشه. با اون خاطر ای برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی بترسین و او حرام خوری را از خودتان دور کنین و
سوء استفاده نوم دیگه کسان نبره. الله سبحانه و تعالی هدایت کنه حرکت ما و شما را. بسیاری مشینیکات هم میدونم میشناسم. اگر که همین دفعه می رقمی شید صورتات رو در اینجا میمونیم که یعنی بشناسیم. تا حال ما یگان کس بگیم صورت چه نموندیم. تا حال ما یگان کس بگیم عامن چیزی که میگیم عامن. حاجی ها گفتیم حاجی ها بسیار هستند که مشینی که میکنن اخمق میکنن. نام نگرفتیم که فلانی حاجی فلانی حاجی فلانی حاجی نگفتیم. حتی قد بس را نگفتیم. فربیانی خراب دیگه و دیگه. ما گفتیم که کلن بعضی حاجی ها هستند که حرام خوری میکنن، مردم را فن میکنن، دکومنت میکنن، بعضیش میگه زمینتون میخرن، بعضی خونه‌تون، بعضی ماشینتون، بعضی قرض طلب میکنن. بعضی حاجی هستن که نام را استفاده بردگن در پیش یار رفیقای ما که از ما پول طلب کنن، از همون و به نام ما پول طلب کنن، اونها ما را زنگ زدن که قاری از نام تو پول طلب دارم یک حاجی است. گفتم که هیچ کاره هیچ نته. هم خاطر برادران عزیز الله سبحانه و تعالی هر یک ما شما را نیابون باشه. به خاطر الله دستگیری کنین، لایک کنین، ویدیو رو پیگیری کنین تا اینکه شاید که بعضی حرام خورا ببینن و از الله بترسن. بعضی‌هاش فرزنداشون الکی که بیمار هستن میدونن خودشون نه باز هم حرام خوری تکرار میکنن. خب باقی در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.